سلام. بشین یه لیوان آب. این مرادی ادویار نیاورد. چته؟ دکتر اینجا بود. دکتر همیشه اینجاست. نه این دفعه فرق میکنه. استرسش، نوع قرار گذاشتنش. ولش کن. برو بچسب آشپزخونه میگم بیاره. باش. مرتضی. بله. من باید برم سر قرار با دکتر. حواست باشه. حواسم هست. برو خیالت راحت. حسن؟ سلام دکتر. دیر اومدی بشین. چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ همه چی تمام شد حامد. رستوران باید تعطیل بشه. همین نمیشه. کسی چیزی فهمیده؟ لو رفتیم؟ بیشتر از سلام. مرسی. ممنون. بیشتر از فهمیدن نمیدونم، ولی فکر میکنم رفتیم زیر ذره بین. از الان به بعد دیگه هیچ تماسی با من نگیر. حامد با تو هم. فهمیدی چی گفتم؟ آره. فقط الان ما چی میشیم پس رستوران؟ نمیدونم. فعلا گمگور شید تا یه جای مطمئن پیدا کنم. منتظر خبرم باش.
سلام بابا. چرا اینقدر دیر اومدم سراغ؟ چرا اینقدر دیر فهمیدم؟ ده سال اول زندگیم مثل یه کابوس بود. هر روز کتکم زدی. پولی که با جون کندن در می آوردم به زور ازم می گرفت. هر روز بیشتر ازت ترسیدم. بابا من بچه بودم. مگه یه بچه چی میخواد از زندگی؟ به جز یکم محبت، یکم امنیت. مادر که نداشتم. تو که بابام بودی یه دستی رو سرم نکشیدی. فقط زدی. وقتی از خونه فرار کردم فکر کردم دیگه آزادم. فکر کردم دیگه هیچ وقت اون زندگی کوفتی رو تجربه نمیکنم. بابا شبا تو خیابون خوابیدم. گرسنگی کشیدم. وقتی دکتر سر راهم اومد فکر کردم فرشته نجاتم. فکر کردم جای مادر نداشتم. بهم گفت کمکم میکنه. بهم گفت بهم زندگی میده، بهم کار میده، سرپناه میده. باور کردم و انجام داد. منم مدیونش شدم. ولی میدونی بابا اون یه فرشته نبود، یه شیطان بود تو لباس فرشته. اونم یه جور دیگه منو گیرند. خدایا چرا باید اینقدر درد بکشم؟ چرا نباید تو زندگی ما آرامش داشته باشم؟ من از این غم گله دارم، از خدا هم گله دارم، تو از عالم آدم گله دارم. زخم این سینه عمیقه، زنده موندنم عجیبه. با دلم آخه که غیر تو رفیقه. چی بگم از دلم خودت میدونی چمه. بیا و بمون تو به جای همه. چقدر این روزا بودنت لازمه. من از این حال بد درام خودم پیشتم. میمونم به پا تا نفس میکشم. من از هر کسی جز تو دست میکشم. وارد موقعیت شد. دریافت شد. تمام.
جوجه وارد رستوران شده. اجازه ادامه عملیات. وارد عملیات چی؟ تمام. آقای حامد تیمورزاده 30 ساله. آقا حامد میدونی برای چی اینجا هستی شما؟ نه نمیدونم. شما منو گرفتید. متاسفانه شما به جرم قتل اینجا هستی آقا حامد. میدونی از چی بیشتر نفرت دارم آقا حامد؟ از دروغ. وقتی کسی بخواد احمق برزد کنه. به نظر شما من که احمق نیستم. ایشونو میشناسی آقا؟ این خانم شما با همکاری دوستت کشتی. ایشون یه خانم بود، یه زندگی داشت، یه خانواده، 1000 تا آرزو. آخرین تصویرش میدونی چی بود؟ نه. چهره تو و دوستت و تاریکی مرگش آمد. مرتضی محمدی 28 ساله. میدونی به چه جرم اینجایی؟ نه. به جرم قتل. ما هنوز همه جزئیاتو نمیدونیم، ولی یه چیزو خیلی خوب میدونم که اون روز تو اونجا بودی. اینجا تنها فرصتیه که میتونی واقعیت رو بگی. هرچی شفافتر حرف بزنیم هم برای ما بهتره هم برای خودت. خب مرتضی شروع کن از اول. من کاری نکردم. واقعا؟ این خانم آقا این فکر رو میکرد تو اون رو کشتیش مرتضی. طبق تحقیقات ماشینت در محدوده جرم توسط دوربینای ترافیکی ثبت شده. اون روز اونجا چیکار میکردی؟ این توی پشت فرمون. اینا چطور؟ تازه ازدواج کرده بودن، یه زندگی قشنگ رو شروع کرده بودن مرتضی. فکر میکنی الان کجام؟
این جوان چی حامد؟ یه جوانی بی تجربه و خام بود، نونآور خونه‌اش بود، اما این هم تو کشتیش حامد. من نمیخواستم این اتفاق بیفته. نمیخواستی؟ از چرا دستاتو خونه رو دیگه؟ چرا کشتیش؟ ببین مرتضی، میدونم تو این کار رو از عمد نکردی، تو اونجوری که میگن نیستی، ولی یه چیزی هست که نمیخوای بگی. بگو کی مجبورت کرد؟ فقط حقیقت رو بگو، همین. هیچکس. مرتضی، من اینجام که بدونم حقیقت چیه. میدونم همه این ماجرا کار تو نبوده، تو هم یه قربانی، درسته؟ پس بگو کی پشت این قضیه است؟ اسمشو بگو. میشه یه لیوان آب بهم بدی؟ من حالم اصلا خوب نیست. تضمین میکنم هیچ خطری تهدیدتون نکنن. اون باید جای شما مجازات بشه مرتضی. دکتر. اسم کاملش رو میخوام مرتضی. نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ فقط بهش میگفتیم دکتر، اون همه چیزو کنترل میکرد. این دکتر کی حامد؟ اسم جالبی حامد. این دکتر یه دوسته، همکاره یا رئیسه؟ مرتضی دکتر اون همه چیز رو کنترل میکرد. اون مغز متفکر بود. قربان یه لحظه. مرتضی خیلی از دکتر صحبت میکرد. آره یه ترسی تو وجودشون هست از دکتر. یه آمار بگیم این دکتر که یه خبری بهم بده. ببین مرتضی، باید همه چیزو بگی، هر چیزی که میدونی، حتی کوچکترین چیز. این تنها راهیه که میتونی خودتو نجات بدی. اون به من دستور میداد، میگفت اگر اطاعت نکنم بلای سرمون میاره. مرتضی دقیق‌تر صحبت کن. چطوری به دستور میداد؟ تلفنی یا حضوری؟ هم تلفنی هم حضوری. بیشتر تو غذاخوری وقتی کسی نبود به حامد میگفت. صبر کن. تو الان داری میگی حامد به دستور میداد؟ آره اون همه دستورا رو میداد. ولی چرا باید این کارو بکنم؟ نمیدونم. اون میگفت دکتر اینطوری میخواد. میگفت اگه اطاعت نکنم هر دومونو میکشه. پس تو میگی دکتر همه چیزو برنامه‌ریزی کرده، تو فقط یه قربانی بودی؟ بله، ولی من فقط میخواستم کمکش کنم. اون منو از گذشته تاریکم نجاتم داد؟ با فرستادن به زندان؟ اون بهم گفت این کارو بکنم، بهم یک خانواده میده، یه زندگی. پس تو میگی دکتر مغزتو شستشو داده، تو رو تبدیل کرده به یه قاتل. دکتر یه نابغه است، یه آدم خاص. اون میدونست چطور با هم رفتار کنه، چطور مغز منو کنترل کنه. تو هم بدون هیچ مقاومتی تسلیم شد. من ضعیف بودم. اون من از ته چاه بیرون کشید. من بهش مدیون شدم. مرتضی برام از دکتر بگو. این دکتر کی بود؟ چطوری باش آشنا شدی؟ حامد منو بهش معرفی کرد. گفت اون یه آدم مهمیه. گفت اون میتونه بهمون کمک کنه. کمک کنه؟ برای چی؟ تو به چی نیاز داشتی؟ من فقط میخواستم یه زندگی آروم داشته باشم. مراقب مادر مریضم باشم.
حامد اینو بدون، اگه داری به هم دروغ میگی دیگه نمیتونم کمکت کنم. باور کنید من همه چیزو گفتم. من فقط میخواستم یه آدم دیگه ای باشم. متاسفم حامد، تو الان یه قاتلی و باید تقاضشو پس بدی. قربان، دکتر شناسایی شد. شهر رادمنش ملقب به دکتر. چی دستور میده؟ یه حکم ورود بگیر از قاضی پرونده. بیا بجاش. بگو. سلام دکتر، چی شد این سفار شما؟ فعلا کنسلش کن. نمیشه دکتر، من بیانیه گرفتم. چرا موضوعش وخیمه؟ من چند روز فرصت پیوند داره. بهت گفتم کنسلش کن. دکتر رو گرفت، اما یه موضوع هنوز برای ما روشن نیست. حامد، جسدا کجاست؟ جسدی در کار نیست. یعنی چی جسدی در کار نیست؟ یعنی ما از گوشت اونا برای رستوران استفاده کردیم. یعنی از گوشت آدمیزاد برای رستوران استفاده کردیم؟ بله، فقط قسمت هایی که نیاز بود. ما بقیشو نابود کردیم. آتیششو زدیم. آتیش زدیم؟ یعنی هیچ آثاری ازشون نیست؟ فقط خاطراتشون و طعم کباب مخصوص رستوران. واقعا حامد، واقعا نمیدونم. ما فقط 2 عروسک بودیم. عروسک گردانمون دکتر بود. بسم الله الرحمن الرحیم. با استعانت از خداوند متعال و با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موازین شرعی، این دادگاه پس از بررسی دقیق محتویات پرونده، استماع اظهارات شاکی، متهمین، وکلا و کارشناسان و با در نظر گرفتن جمیع جهات به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. اولا، در خصوص اتهام آقایان حامد تیمورزاده
و مرتضی محمدی مبنی بر آدمربایی، قتل عمد و مسله کردن اجساد با توجه به اقرار صریح متهمین، شهادت شهود، گزارش پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده جرم ایشان محرز و مسلم تشخیص داده می شود. لذا دادگاه مستنداً به مواد 290، 291، 301، 304 و 381 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین مذکور را به قصاص نفس در خصوص قتل عمد محکوم می نماید. اجرای قصاص پس از طی مراحل قانونی و تایید دیوان عالی کشور و با رعایت موازین شرعی صورت خواهد پذیرفت. همچنین به استناد ماده 727 قانون مجازات اسلامی متهمین به دلیل مسله کردن اجساد هر کدام به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت دیه به اولیای دم مقتولین محکوم می شوند. ثانیاً در خصوص اتهام خانم شهره رادمنش ملقب به دکتر مبنی بر معاونت در قتل عمد با عنایت به گزارش کارشناسی، شهادت متهمین ردیف اول و دوم و سایر مستندات موجود، دادگاه معتقد است که ایشان با تحریک، ترغیب و تسهیل ارتکاب جرم نقش بسزایی به در وقوع قتل ایفا نمودند. لکن با توجه به اینکه عمل قتل مستقیما توسط متهمین ردیف اول و دوم انجام شده است، دادگاه مستنداً به ماده 127 قانون مجازات اسلامی ایشان را به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم می نمایند. این رأی حضوری و قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ می باشد. امید است با اجرای این حکم عدالت در جامعه برقرار شده و عبرتی برای سایرین گردد. به امید هدایت و بازگشت به مسیر حق برای تمامی متهمین، جلسه دادگاه با ذکر صلوات ختم می شود.